سلام، حال شما خوبه؟ سلام، ممنونم. خودتون رو معرفی میکنی؟ من مسعود توکلی هستم، مجری، بازیگر و کارگردان کودک که گاهن عمو آب نباتی هم صدامون میکنن. تحصیلات شما در چه زمینه‌ایه؟ من مرتبط به کارم هست، کارشناسی ارشد تئاتر دارم و در حال حاضرم دانشجوی دکترای پژوهش هنر. چند ساله که توی این زمینه فعالیت دارین؟ توی زمینه هنر نزدیک به 25 ساله، ولی برای کودکان به صورت تخصصی 20 سالی میشه. خودتون تنها اجرا انجام میدین؟ نه، قطعا ما یه گروه باحال آب نباتی داریم. اما آب نباتی تیم شما فقط برای کودکان اجرا انجام میدن؟ بله. اگه یه روزی مجری کودک نمیشدین چی کاره میشدین؟ بهش فکر نکردم، ولی مطمئنا با همین روحیه همین مسیر رو میومدم. و در آخر توصیه داریم به عزیزانی که این ویدیو رو میبینن؟ من فقط به علاقه‌مندای هنر میخوام بگم که برای ورود